بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. حمدی به حد و ثنای به عداد مر خداوند را که نور ایمان داد. غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت راهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گرامی قدر، عزیزان من. الحمدلله در این سحری پرفیض، در این سحری پربرکات، الله سبحانه و تعالی برای ما و شما انشاءالله یعنی فرصت داد، تنی صحت داد، خاطر جمع الحمدلله و شما عزیزان در این خانه مبارک که به مناسبت فرارسی توی سنت سنی رسول صلی الله علیه و سلم اینم باشد عقد نکاح این دو نوجوان نازنین انشاءالله خدا خواهد برای حیات مستقلانه، برای وصال یکدیگر رسیدن انشاءالله حرکت دارن. الله سبحانه و تعالی البته این نوجوان ده محبت حقیقی، آن محبتی که بین آدم و حوا، و آن محبتی که بین یوسف و زلیخا، و آن محبتی که بین محمد مصطفی و خدیجه کبرا، و آن محبتی که بین علی مرتضی و فاطمه زهرا پیدا کرده بود، الله سبحانه و تعالی به این دو نوجوان پیدا و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از الله سبحانه و تعالی کرامت نماید. و چون این روزی خرسندی شادی را به کل خاندانی هر یک جوان پسر، هر یک جوان دختری که آرزو شدنی توی دارن، آرزو شدنی انشاءالله به وصال یک دیگر رسیدن دارن، الله سبحانه و تعالی بختای این جوانان را کشاده بگردوند و این روزی خرسندی را به کل خاندان ما الله سبحانه و تعالی اله نصیب دارد. آمین و رب العالمین. البته تو انشاءالله سنتی است، یکچند انشاءالله نصیحت ها خدا خواهد چنانه که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم و چنین بزرگان اسلام انشاءالله توصیه کردن برای داماد و عروس، ما هم انشاءالله این توصیه ها را میکنیم. چنانه که بزرگان به واسطه توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی های خوب نموشرف شدن، الحمدلله زندگی های پرمضمون پرمعنی و با فرزندهای صالح و صالحه یعنی انشاءالله یعنی میسر شدن شو وظیفه های مهمی شریعت نه انشاءالله خدا خواهد چیکار کردن، عمل کردن. یکی این انشاءالله وظیفه ها من ساعت انشاءالله این و انشاءالله وظیفه های مهمی که یعنی بالای داماد است بعضش میگیم انشاءالله خدا خواهد. البته اولا انشاءالله خدا خواهد وقتی که عروس به خانه می آید که انشاءالله بزرگان دعا کنین، همین داماد باید خودش از پیشانی میگد عروس دستش بموند و دعا کند پروردگارا همین زنی منه زنی خوش اخلاق که، خوش رفتار که، خوش گفتار کن، خدمتی من کنه و خدمتی انشاءالله خدا خواهد یعنی مادر و خدمتی باباها اجدادام نبکند و زنی با تقواش که نماز خون حجاب دارش که زنی خدا خواهد انشاءالله به خانه ما می آید قدمش مبارک و قدمش پرفیض و برکات که دوست میگه دعا بکند، دعا کند که پروردگارا این زن از سرکشیش، از بد اخلاقیش، از بد گفتاریش، بد رفتاریش انشاءالله نگهش بدار، ای بی نمازیش انشاءالله خدا خواهد. اولین چیزی که انشاءالله خدا خواهد برای داماد و عروس یعنی مهم مسئله ها است، باید هر شب انشاءالله نماز خوان باشد. عزیزان من، اولا داماد انشاءالله نماز خوان باشد و انشاءالله این دخترم نماز خوان باشد. از این دو نوجوان انشاءالله وقتی که در نماز ها دعا میکنند البته ربی حبلی من ازواجی و ذریاتنا قرة اعین فجعلنا للمتقین اماما، همین چی معنی داره؟
حضرت خدا سبحانه و تعالی با ما شما توصیه میده که شما در دعا تو که پروردگارا من در یک زنی صالحه رده، زنی که انشاءالله خداجو باشه، زنی با تقوا، با حجاب، با دیانت، لفظ شیرین داشته باشد، معامله و رفتار خوب داشته باشد. از زن انشاءالله بعد مرا نگه دار خدا خواهد و از این زن انشاءالله فرزندهای صالح و صالح انشاءالله خدا با وجود می آید. الحمدلله. شکلی که طبق انشاءالله خدا خواهد تاریخ نظر اندازیم، امام اعظم رحمت الله علیه بینین از مادر و پدری پاک به دنیا آمد. این چنین خدا خواهد امام بخاری را بینید، الحمدلله پدر پاک بود، مادر پاک بود. انشاءالله خدا خواهد چیکار کردن از اینا فرزندان، چی شیخ سعدی انشاءالله، چی جامی، چی این چنین خدا خواهد پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم بینید از انشاءالله عبدالله آمینه که میگه پاکترینی مرد و زنی عرب بود. الحمدلله الله سبحانه و تعالی از همین قدر مردمی روی دنیا همین چی از عرب پیغمبر انتخاب کرد. الحمدلله بیعدد شکر. هم باعثی من و شما است. اگر ما خوب باشیم، زواد و فابریکه تازه باشد، محصولات تازه میبراید. زواد و فابریکه برک باشد، همین یک زواد است، دیرکتر است، همون زن فابریکه. الله سبحانه و تعالی در درونی همون زن یک عالمی بیوکم. اگر خدا بخواهد، خدا میگه ما هستیم برای شما فرزند پسر و ما هستیم که وعده میکند خدا برای شما فرزند دختر. چی بخواهد همون میتید انشاءالله. خدا خواهد دخترم انشاءالله فرزند است. عزیزانی من همین سهر یک کتاب مطالعه کردم، یک میگه مرد 5 دختر دارد، میگه 5 دختر داشته است، بچه نداشته است. وقتی که با دختراش خواستگاری می آمدین، یکم دخترش میگفت من شوهر نمیکنم، چون که پدر پیر است، خدمت پدر میکنم. عزیزانی من بینید 4 تا دیگه شوهر کرده میرفتین. همین یک زنی که خدا خواهد انشاءالله میمانده است. عزیزانی من بسیار پدرش خدمت میکند و پدرش میگه پیش از رفتنش در زیر بالش میگه یک مکتوب مینویسه است. مکتوب مینویسه که همین خواهراش نمینویسه که دخترای یعنی 4 دختر دیگرم بعدی وفات من همین خانه را نفروشین تا اینکه همین اپچتون در همینجا زندگی کنه. وقتی که میگه پدر وفات میکنه، 4 دیگر میآید جنجال میکنن، میگن یک مرد انشاءالله باید دعوت میکنن خانه را میفروشن. بیچاره زنی با تقوا میگه بسیار خداجو، بسیار همون صاحبی همون باید میگه که التماس میگه یگان ماه برای من مهلت بده، یگان ماه من تا یک خانه افته اجاره برمدنه. خوب میگه اجازتش میتید. بیچاره ایچ میکرد او چین میکرد نمیآود. مایوس یک ماه بعد میآید میگه هیچی نیافتم. آخی میگه چیکار کنم؟ میگه یک چیز شانس کی من ترا در نکاح میگیرم، همین خانه بنامت میگذرونم. الحمدلله. میگه خانه بنامش با میگذروند، خانه را میگه همونجا یعنی مهرت نمیگه این خانه را دادمت. الحمدلله. بین زن اگر خدا خواست صالح شود، خوب شود انشاءالله، برای چی؟ دعای پدر را گرفت. از بحری خدا خواست شوهر برمد و گفت که پدر باشد. خدمت پدرش اگر چندین سال میگه یک شوهری خداجو، یک شوهری با دیانت بدی که 10 سال و 15 سال گذشت، لیکن الحمدلله الله مناسب شد. انشاءالله خدا خواهد کسانی که خدمت پدر مادرش میکند، دعاش میگیرد، البته الله اون جوان پسر، اون جوان دختر مشرف میکند. من همین دامادی همین روز رو میگم نسبت همین مادر شو، همین مادر بیچاره بدانین پدرشو قبلا والله علم 15 سال شد 20 سال شد وفات کرده است. همین بیچاره 2 بچه گفته عمرش گذروند. الحمدلله. همین بچه پدر این با ما همتنگ بود، همسین بود. همین پدری همین جوان، همین مادرش بار میکنه 20 سال حیات شد. 2 بچه هم گفته شوهرم نکرد گذرون. اگه از این بچه من نصیحت میکنم که بچه جان اگه به همسرت انشاءالله خدمت مادرک کن و یک آرزو ترا کلون کرد و یک آرزو خدا خواهد انشاءالله. بینید ما همین کودک یک باشیم، اگر مادر پدر آرزوها که ما شما رو نوازش میکنه، سرکا مسئله میکنه خدا خواهد انشاءالله، بوسای گرمو میکنه انشاءالله خدا خواهد، جاگکای گرمو میکنه، خودش نمیخوره ما را میخورونه، خودش نمیپوشه ما را میپوشونه. الحمدلله. و یک امید که میگه پدر مادر میگه در کودکی گیرد دستی پسر، با امیدی که در پیری
پسر گیرد دستی پدر. عزیزی من انشاءالله ای بچه جان و یک آرزو پسر جان بیا ای همانده خدمت مادر کنیم انشاءالله خدا. همین دعای مادر گیر انشاءالله خدا. بزرگان از دعای مادر اولیاء شدگی هستند. بزرگان از دعای پدر و مادر از این که زیرین گفتم به درجه عالی رسیدگی هستند انشاءالله. بایزید بستامی را بین انشاءالله خدا خواهد. محمد را بین الحمدلله. بایزید بستامی بینین میگه شب بود، میگه ساعتای 9-10 بود، میگه مادرم یه زد که بچه جان بایزید یک پیاله آبم بیار. میگه دویده اومدم که میگه در خانه آب نیست، طرفی دریا دویدم. میگه رفته میگه تا از دریا میگه آب گرفته گشته بیام، مادرم میگه خواب برده است. میگه در تا سرش پیاله گرفته شیشتم که مادرم انشاءالله خدا خواهد چشماش میکشاید. میگه شیشتم. میگه یک باره میگه مادر بیدار شد که در تو بچه جان گفت خواب نرفتی؟ گفت نه مادر من دیلم نشد که شب خیزی و با آب گویی. آقا داد میگه یک دعاش کرد گفت که انشاءالله به حق میرسی الحمدلله. یا که پیغمبری نازنین در 6 سالگیش مادرش دل است، چون که تو بهترین انسان میشه در دنیا. الحمدلله 3 نصیحت کردن، گفتن دنیا کوه نشونده است، آمده رفتن بچه جان آرام شو. دویم گفت انشاءالله خدا خواهد من از دلم پره که تو بهترین شخص میشوی در عالم اسلام. که من تلت بعد دنیا که حامله دار شدم، بعد دنیا که آمدم آن سایی که دیدم از هیچ کس ندیدم. تو بچه جان دعاش کردن در 6 سالگی مادرکش مرد. الحمدلله پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم نه خدمتی پدر کردن نه خدمتی مادر کردن، دیگه به یک آرزو رفتن. یک روز عبدالله ابن عمر دعوت کردن بچه جان اینجا بیا، نه آمد است. 2 بار 3 بار آواز دادیم. گفتم بچه برای چی جوابی من رد کردی؟ گفت من خدمتی مادر کردم. رسول دیگه که کاش که امروز مادر زنده می بودو منم خدمت میکردم. رسول الله گریه کردن. عزیزانی من بین خدا خواهد انشاءالله این مادرها را این پدرها را قدراش انشاءالله خدا خواهد برسیم. همین همش واسطه از 2 جوان است. عزیزی من یک حکایه رو خواندم، یک زن پیش میگه یک ملا میآید میگفت که همین مردی من بسیار بد اخلاق است، بسیار معاملش بد است، دغل است، همین یک گرم کرده بته. این گرمی ها در اسلام نیست، این دروغ است، از این شرک است. فلان چی گرم کرده است، خنک کردن گرم این ملای خیلی همش این شرک است. از خدا بترسید، این چیز نیست اسلام نه. خیلی میگن مالش میگه بسیار زاره میکرد، میگن من تو به عکس میگم که همین یک شیر است که همین شیری درنده است در همین بیابان از همین یالش میشوه، از همین یالی هوای همین یک 3-4 بای میاری. خدا خواهد انشاءالله میخونم. بعد میگه که شوهر میگه خوب میشه میگه. بعد میگه داش میره شیرها میبینه میگه سکه شیرن آیسته آیسته گوسپند بزاره کشته موندن میگیره، میگه سک خوردن میگیره، سک همین شیره میگه عادت میکنه که همون ساعتی 10 میشه همون 10 اومده میسته. میگه سک برفتن میگه شیره قریبیش میکند سیلش میکند، میگه شیر به این عادت میکند و یک چند از تاری موش میگیره دو پیش این ملا میآید. این ملا چی میگه؟ ای میگه زنی به عقل، همین دیدی معامله خوبش کردی و تو آشنا شید، تو ناانصاف اخلاق و رفتار و گفتار تا پرتا. انشاءالله خدا خواهد بزنن معامله خوب که زنن، یعنی مردک جان گو، مرمت گو، خرمت گو، جونم گو. یک شهر نه خدمت کردی شهر خطت آشنا شد و این انسانه که این با عقله که این همش از رفتار و گفتاری گردونی و از اخلاقی بدی تو است. و همین بزرگان میگه که زنی بعد در سرای مردی نیکو در همین عالم از دوزخی او. زینهار از قرینی بد زینهار ربنا وقینا عذاب النار. همین میگه زنی بد اخلاقی بعد دوزخی مردکه، همین دنیا اخلاقات. زنی خوب چی؟ بهشت انشاءالله مردکه.
یا دو حالته، یا زنت بیشتر میکنن یا بیشتر یا که دوزخه. بد اخلاق و بد رفتار و گفتار باشه همین دوزخ در اینجا کافته موندگی های. اگر نه انشاءالله رفتار و گفتاری خوب داشته باشد الحمدلله همین انشاءالله خدا چی است؟ جنت است عزیزان من. بیاین جوانای عزیز، دخترانی عزیز، صداقت خوب کرد. حالا پیغمبر نازنین بین فاطمه دخترشه قاری قرآن بود. ما امروز کودکامون آموخته سادیم، کودکامون قاری قرآن نکردیم، دخترامون قاری قرآن نکرده سادیم، علم ناموز نسادیم، بعد بد اخلاق نشود. اگر خدا خواهد یاد خدا کتی باشه. ببینید عایشه فاطمه مادر بود، حضرت علی برفتن خانش قاری قرآن بود. الحمدلله زنی با دیانت بود، زنی با تقوا بود که انشاءالله تمامی حتی پیغمبر که در دنیا 4 زنی بهترین است، همین بهترین یکیش فاطمه رضی الله تعالی عنها است. ببینید برای چی؟ چون که تمامی خدمت حضرت علی کردن. ببینید حضرت فاطمه رسول الله سوال دادن که یکم شده به جنت کدام زن می‌دراید؟ ببینید زن آبی نمیخواد، زن باید که باشد. میدونم در این جامعه ما الحمدلله گفت در فعلون محله گفت انم کوچه محله تیشوخشنده یک زن زندگی میکند اول هوای جنت میدراید. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به زیارت همون زن میرود. یا برم ببینیم چی این چه خیلی زن باشه. میره دروازش تختق میکنه که از در میگه آوازی کمپیر میبراید. میگه تو کی هستی؟ میگه من فاطمه دختری محمد هستم. میگه من تو را اجازت نمیتیم خانه اومدن چون که من از شوهرم اول میپرسم. تو پگه بیا گفت. ببینین خدا ترسه زنک باشم زنک بود، ولی ما زنکای ما به مالان مردکا پریام میکنیم. ما هستیم نیستیم دوای دلو مردک نیست دوای پیش رفته با چوی. این ممکن نیست پیشی مردی بگانه زنی بگانه رفته خدا خواهد انشاءالله چوی نام بمونه. یا که من بعض جوان بد اخلاق من میبینم بدبخت خودش زنده و زاره، زنش پیش میمون افکار میاره آش میاره مر به روز مرد تو بخیر بیار. آخی حضرت عمر خانهش میمونده میمان راست میستاده ها میفتن عمر جان نمیشینی آخی؟ میفته که آخی فرشته راست استادیان من چه خیل بشینم؟ من خدمت میکنم شما میمانی امروز من هستی. بینی میگه پگه وقتی که حضرت فاطمه رفتنی شد امام حسن همراه شد. گفت که مادر جان منم میرم. گرفته رفت کی؟ گفت که اومدم من فاطمه دختری محمد هستم. گفت با خطیت کیه؟ گفت که دادم حسن دنی فردا با بیا. دختری پیغمبر پریام نکرد. این خدا ترسیه بین. فردا دیگه میگه امام حسین هم کشید. 3 کشیدم با اومد دروازه تخته گفت که من اومدم. گفت کیو کی هسته؟ گفت حسن حسین هم اومد. های گفت میبخشی من حسن اجازه حسین نگرفتم فردا دیگه بیا. این خدا ترسیره. فردا بعد میگه اومد حسش قبول کرد. یکی میگه یک جوانی نازنیشت از دختری زیبا گفت که میگه فاطمه ای دختر گفت من از بیرون آوازی کمپیر شنیدم. گفت که وقتی که یگان کس دیگ میزنه من در دهنم سنگ می اندازم که ای آوازی من یگان کس فتنه نشوه. گفت چی؟ پیغمبر گفت من گفت شوهر من بسیار خدمت میکنم حرمت میکنم جای من چی باشه؟ جای تو گفت جنت های، چون که پدرم تو را خوشخبر داد که اولین شده تو به جنت میدرایی. الحمدلله. ببینید زنهای خداجو زنهای خدا هست انشاءالله. بغیر از زن اکا و دادر و عمک و تاغا و ویش یگان مرد بیگانه را پریام کردنش گناه است. الله مردای بیگانه را خدا خواهد اجازت نمیتید در این کنی به یک زنی بیگانه شتنه. برای چی؟ شیطان افتاد گنجایی که دو انشاءالله مرد و زن میشیند سیمش من هستم. البته وسواس میکنم تماشاش کن دست شقه فلان که گبی خوب زن گبی شیرین زن بلا و بدترش کن فتنه بچی میکند بزینا میکند. عزیزان من از خدا بترسیم همه ما شما انشاءالله. مهمان خانه اومد خودت خیلی خدمت که خدا خواهد. این مهمان خانه برای چی در کاره؟ من خانه ها هم زکات داشته، زکات خانه ها مهمان خانه بده. عزیزان من
کسی که انشاءالله مهمانخانه میسازه همون مهمانخانه چی بوده است و برای الحمدلله زکاتی همون خانهش میشده است. همین مهمانخانه دیگه برای مهمان علاهیده درش که علاهیده جاش جدا که خدا همونجا بیاید درایت از همونجا مهمان ها بومده برفته بودن. چی در درینی زنکای شما چی در درینی این عزیزانی من گناه هست. امروز باور میکنه توی های ما و شما طبق خدا خواست سنت نیست. همه مرد و زن ارلش همه پرلش. این خیلی نیست. باید که خواهد انشاءالله باید زن ها علاهیده باشد. شیطانی ملعون همه حادثه ها را با وجود میارد و تو فعل چی همین اخلاقای خدا خواهد انشاءالله نادرستی ما و شما. بعدم انشاءالله خدا خواهد این خواهر را میگم اینجا داملا حضور دارن البته انشاءالله شوهر ده حرمت کن خواهری جان، بلکه صدای ما را کدام روزه وقت میشد میشنوین، چون که رازگی خدا در رازگی شوهر و غضب خدا در غضب شوهر. اگر تا خدا خواهد خواهر خواهی جنت همین شود خودش جنت است. همین خدمت چک، همین حرمت چک، عزت چک، تمامی وجود تا خدا خواهد انشاءالله بده. هیچ چیز نه سرکشی نکن. اگر شوهر راضی باشه انشاءالله جاد جنت است، اگر ناراضی باشه جاد دوزخ است. خواهری جان خدا خواهد انشاءالله مردها را چی؟ مردها را بعد طاعت و عبادت از خدا خواهد حق پدر میپرسد. روز قیامت همه ما شما جوانان را از حق پدر مادر میپرسد. اگر انشاءالله خدا خواهد یعنی اجرا کراشیم جنت های، اجرا نکراشیم دوزخ های. نماز هم خدا قبول نمیکنه، طاعت و عبادت هم چون که زن طاعت عبادت هم با واسطه مرد قبول میشود، طاعت عبادت من شما با واسطه خدا خواهد. یک پیامبر اسلام پیش یک صحابه میگه که ما پدر وفات کرد در زمانهای جاهلیت بود، چیکار کنیم؟ در حق پدر مادر تک خیر احسان کرد. در حق پدر مادر در هر عقیب هر یک نماز دعا که خدا کرد. اگر کسی دعا نکنم آک نشده است عزیزان من، چون که غذای خدا خواهد مرده چی است؟ الحمدلله دعا هست. آش نیست، نون نیست، گوش نیست که هر روز 4 تا نون کرده برده زنید بالای گور بمونه. فقط یگانه چی؟ خیر احسان، یگانه دعا. یک صحابه پیش رسول الله اومدن گفتن که من مادر مرد اگه چیکار کنم؟ گفتن یک صدقه جاریه کن. یا گفتن ان شاء الله خدا خواهد خودک برار، آب برار. من خدا کسی که پدر مادرش دوست داره من مسجد یک گوشش نه خدا خواهد اگر خیر احسان سر کنه ابد تا همون مسجد اگر عصرها خدمت کند ثوابش به پدر میرسد، ثوابش به مادر. این توصیه پیغمبر چیم ایوب 21 سال دروغه. انشاءالله خدا خواهد اگر در راه الله گم که یک خیر کنی، یک خوب کنی، یک آب براری، یک مسجد یاردم کنی، یا گم که خدا خواهد یک کتابا مونی، یک انشاءالله خدا خواهد دستت بسازی، یک راه را خوب کنی، این ثوابش در عالم برزخ است. در این صحبت با اینجا حضور دارم بارشته سخن با عبدالله محمد جان حضور دارن که عالمای بهترین و شیارزمین عمر را دعوت کردیم نه اومد کجا رفت. انشاءالله خدا خواهد باید ما داملا کجایی که یک جایه باشیم یک تن 10 مینوتی هم صحبت کنیم، انشاءالله خدا خواهد 15 مینوتی هم صحبت کنیم. این چی رنگ دیگر، چون که هر فکری آدم هر خیلی فکری من دیگر است، فکری عبدالله دیگر است، فکری داملا محمد جان دیگر است. از این فکرها این جامعه خدا خواهد غذا گیره. اگر یک آدم خطاش اصلاح کنه این بختی چی ما و شما این پیغمبر علیه السلام شفاعت انشاءالله خدا خواهد لایق میشیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله.